سلام بچه ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدین به چنل خودتون بچه های خفن مثلا چنل. توی این قسمت توی این قسمت بچه ها در مورد نوروز کشور تاجیکستان ویدیو درست کردیم و ریاکشن رفتیم بهش. خیلی نوروز جذاب و متفاوتی دارن و هفسین و هفشین هم که دارن و خیلی قشنگ و جذابه. یه محقق و جامعه شناس هم هست که در مورد نوروز این کشور صحبت میکنه. امیدوارم که خوشتون بیاد بچه ها. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. برید و ببینید. لیتس گو. رودکی تاجیکستان بوده دیگه. الان در خدمت خانم خرامان هستیم، یک شاعره. خانم خرامان که کتاب‌های زیادی راجع به گل و گل‌ها نوشتن. من پیشتر هم در باره تمام موضوع‌ها می‌نوشتم، لیکن در چه لهجه قشنگی دارم. اما این دفعه وقتی که در خواب من گل‌های آفتابگردان آمدند، در نزدم بودند و همان گل‌های آفتابگردان در روبروی من در مابین همون جای دانه‌های آفتابگردان آینه مانده بود. چه طبیعتی دارن. چی داری میگه؟ چشمال اشتر. ما هم به شطور میگیم اشتر. ما هم بچه ها زادن به شطور میگیم اشتر. جالب میدونی چی بچه؟ جالب اینه که اینا موسیقی های شعرهایی که مخصوص نوروز واسه نوروز درست کردن. خیلی خوشم میاد. چه بابازه پیرورده. چشمانش تو آینه بندی. خانم خرامان کتاب‌های زیادی نوشتن راجع به گل‌ها و بهار و نوروزه. حالا میخوام بسته به فرصت راجع به یکی از کتاباشون که سیر کشور گل‌آباد هست توضیحی برامون بدن. خلق تاجیک همچون خلق تمدن آور استفاده گل‌ها را با تمام خلق‌های دیگر. خانم خرامان چه پیرن قشنگی داره پارسا. همچون رستنی‌های آرایشی یاد داده است. از همین سبب هست که نام تمامی اکثریت گل‌ها به زبان‌های ازبکی، قرغیزی، قزاقی، به زبان ترکی، آذری و دیگر زبان‌های جهان گذاشته‌اند. و این چنین مردم تاجیک نام‌های زنان و دختران خود را بیشتر مربوط به گل‌ها می‌گذارند. این چنین نام‌های مردان هم هست. خوشگلی هم از خانم گل مراد، تاج گل، فیض گل، گل دسته، گل چهره و آنها. مقصد این از چی عبارت است؟ مقصد این از آن عبارت است که خلق تاجیک می‌خواهد با واسطه گذاشتن این نام‌ها همه را به گل پروری و زیبایی پرستی هدایت کنند. جالب. نوروز مبارک شود. انسان ها با امید من اینو میشناسم. زمین را پاک دارند، دل ها را عثمان نظیر با هم نویسنده تاجیکستان، با هم قرین باشند. اگر در دل کسی کدورت یک چیرکینی یک کینه باشد. بچه های تاجیکستان خب یه چیزی بگم که ما توی ایران مخصوصا زمان قدیم الان هم هست البته، خب تو نوروز که میشه
میریم خونه هم دیگه. اصلا چه عشقی بود، خدا شاهد قدیم چه عشقی بود. میخوام تو تاجیکستان هم همینجوری هنوز، یعنی توی مثلا ایام نوروز میرن دید و بازدید میکنن و این اتفاقات میفته توی تاجیکستان هنوز، چون زمان ما خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بازی داشتیم، کشتی داشتیم، کبدی داشتیم فلان، اینا همه تو نوروز بود، عشق میکردیم خدا شاهده. این روزی شریف در روز عید نوروز باید برهم بگیرم. نسیمی بادی نوروزی از این با در مدد خواهی، چراغی دل برافروزی از این با در مدد خواهی. فارسی دریه دیگه بچه‌ها، فارسی تاجیکستان هم دریه دیگه فکر کنم، مگه نه؟ اصل فارسی همینه ها، یعنی اون فارسی که ما داریم صحبت میکنیم اصل فارسی، اون فارسی اصیلی که قدیما صحبت میکردن، مثلا سعدی و حافظ رودکی اینا صحبت میکردن، فارسی دریه. چراغی دل برافروزی. تاجیکا در برابر اینکه سفرهشون 7 سین دارد، همچنین 7 شین هم هست. 7 شین یعنی 7 چیزی که با حرف شین شروع میشه و برای آماده و آراسته کردن سفرهشون از چند روز قبل آمادگی میبینن تا اینکه سفره یکی از دیگری قشنگتر و زیباتر باشه. رنگ و رنگ مردم سفره‌های نوروزیشان را با 7 سین می آرایند. نوروز و آمدن بهار و تراوت دوباره طبیعت مورد توجه همه شاعرای فارسی زبان بوده و خود به نوعی به وصف نوروز و جلوه های زیبای طبیعت پرداختند. چه لباسای خوشگلی. نوروز تاریخی دور و دراز هم دارد. اگر به صحیفه های تاریخ بنگریم، تاریخ نگاران، دانندگان تاریخ، شاعران، نویسندگان از آن جمله فردوسی بزرگ، خیام و در مسیر تاریخ چندین هزار ساله ما میگویند که این جشن در عهد شاه پیشدادیان جمشید به وجود آمده است. تاریخ دولتداری جمشید به درازا میبرد، یعنی بیش از 3000 سال. در تاجیکستان ما وقتی که در عرفه جشن نوروز، پرشما رو نگاه، افغانستان، ایران، تاجیکستان کنار هم، واقعا این سه تا کشور یکی هستند دیگه. همه عائله ها، خانواده ها کوشش میکنند که خانواده، عائله، خانه های آنها روفته و آبزده، تازه و زیبا باشد و به همین معنی یا اینکه به همین هدف آنها تمام جهاز خانه را از کورپه و بالش سر کرده به بیرون میبرارند تا که نور آفتاب روشنی به آنها برسد. میگویند کسانی که در نوروز خانه‌دار میشوند تمام عمرشان پربرکت میشود. و عروسی هم راست میگه زیاد بود. چه عروسی صاف و ساده ایه. برای ملت ایرانی، برای ملت تاجیک، برای ملت افغان و برای هر فارسی گوی و برای هر اون ملت های دیگری که جشن نوروز را از آن جمله ترک ها، قرقیز و قزاق و دیگرها عرب ها قبول کردن، آن بود که این جشن را همچون جشن پاکی و همچون جشن به هم آورنده انسان ها، به هم نزدیک کننده انسان ها قبول کردن. آفرین جان، چه سفره، چه زیبا، چه خونه.
چاکره بچه ها این قسمت هم همینجا به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از نوروز تاجیکستان. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا دیداری دیگر بدرود.